و در موضوع دیگر چنین می فرماید: ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و به یقین ما به میان هر امتی پیامبری را فرستادیم تا به مردم بگویند الله را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید. الله جل جلاله در قرآن کریم داستانهای پیامبران و اقوام آنها را بیان نموده است که اولین دعوت پیامبران به سوی عبادت الله به یگانگی بوده است. همچنین عاقبت مؤمنانی را که دعوت پیامبرانشان را لبیک گفتند و عاقبت مردمان سرکش که فرستادگان الله را تکذیب نمودند و با او تعالی شریکانی قرار دادند که هیچ دلیل و برهانی بر آن نداشتند را نیز بیان داشته است. الله جل جلاله می فرماید: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. و همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم و او گفت: ای قوم من، الله را بپرستید، شما معبودی بر حقی جز او ندارید. همانا من بر شما می ترسم که دوچار عذاب آن روز بزرگ شوید. و می فرماید: و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم، گفت: ای قوم من، الله را بپرستید، جز او معبودی بر حقی ندارید، آیا پرهیزگاری نمی ورزید؟ و می فرماید: و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. و به سوی ثمود برادرشان صالح را فرستادیم، گفت: ای قوم من، الله را بپرستید، شما معبودی به حق جز او ندارید. و نیز می فرماید: و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم و گفت: ای قوم من، الله را بپرستید، شما معبودی به حقی جز او ندارید. و می فرماید: و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین. و به یاد آر آنگاه که ابراهیم به پدر و قومش گفت: من از آنچه می پرستید بیزارم به جز آن معبودی که مرا آفریده است و او مرا رهنمود خواهد کرد. و فرمود: ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون. آیا شما حاضر بودید وقتی که مرگ به یعقوب فرا رسید، آنگاه که به فرزندانش گفت: پس از من چی چیزی را می پرستید؟ گفتند: معبودت را و معبودی پدرانت ابراهیم، اسماعیل و اسحاق را می پرستیم که معبودی یگانه است و ما فرمان بردار او هستیم. و از زبان یوسف علیه السلام می فرماید: اارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا خدایان گوناگون بهترند یا الله یگانه و غالب؟ همچنین دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به جهانیان به سوی توحید و یکتاپرستی بود، چنانکه الله می فرماید: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون. و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم، بگو جز این نیست که به من وحی می شود که پروردگار شما الله یگانه است. پس آیا شما مسلمان هستید؟ چون دعوت همه پیامبران به سوی توحید است، پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز نخست مردم مکه را به یکتاپرستی الله جل جلاله دعوت دادند و از آنها خواستند که بگویند معبودی بر حق نیست مگر الله یکتا و بی همتا و از بت پرستی دست بردارند. لکن بیشترشان تکبرانه از دعوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم ابا ورزیدند و به عبودیت الله سبحان گردن خم نکردند، چنانکه قرآن کریم در مورد آنان می فرماید: انهم كانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله يستكبرون و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. آنان چنان بودند که چون به آنان گفته می شد معبودی راستینی جز الله نیست،
استکبار می ورزیدند و می گفتند آیا معبودهای خیش را به خاطر سخن شاعری دیوانه ترک گوییم؟ ولیکن الله سبحان سخنان آنها را رد نموده فرمود بل جاء بالحق و صدق المرسلین، بلکه حق را آورده و پیامبران را تصدیق کرده است. بناهن کلمه توحید یا کلمه طیبه کلمه حق است، کلمه‌ای که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم و همه پیامبران پیشین مردم را به سوی آن دعوت نموده اند. کفار و مشرکین مکه نیز می دانستند که دعوت به لا اله الا الله به این معناست که ایشان باید عبادت غیر الله را ترک کنند، زیرا توحید و یکتاپرستی تحقق نمی یابد مگر با ترک شرک و اجتناب نمودن از آن، و این معنای لا اله الا الله است. و در حدیثی که عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت نموده است، آن حضرت صلی الله علیه و سلم می فرمایند امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. متفق علیه. امر شدم با مردم بی جنگم تا اینکه بگویند لا اله الا الله و آنگاه آن را بگوید بدون شک جان و مالش را از من حفظ کرده است جز به حق اسلام و حساب او با الله جل جلاله است. و هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به فرمان روایان جهان نامه فرستادند، آنان را به توحید و یکتاپرستی الله متعال دعوت دادند، چنان که در حدیثی که عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت نموده، آن حضرت صلی الله علیه و سلم به هرقل امپراتور روم چنین نوشتند: از محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله به هرقل بزرگ روم، سلام بر کسی که از هدایت پیروی نماید. اسلام بیاور تا در امان بمانی، مسلمان شو تا الله جل جلاله پاداشت را دوچندان بدهد، و اگر نپذیری گناه عموم مردم روم برگردنت خواهد بود. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما مشترک است، و آن عبارت است از این که جز الله را نپرستیم و چیزی را شریک او نکنیم، و برخی از ما برخی دیگر را به جای الله به خدایی نپذیرد. پس اگر روی برگردانند بگویید گواه باشید که ما مسلمان هستیم.